سلام. سلام، روزتون بخیر. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. چند ثانیه صبر کنیم ببینیم چند تا از دوستان میان. سلام. صبحتون بخیر. خوش آمدید. سلام. صبح شما هم بخیر. خوش آمدید. سلام دوستان، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید. خب بریم با توجه به اینکه خدا رو شکر حدود 100 نفر همزمان با ما اومدن بالا و این نشون میده که الهی شکر پیگیر مطالب هستین. خوشحالم که مطلب ها براتون مفید بوده و واقعا پیگیریتون، حضورتون به من دلگرمی میده. خب بریم شروع کنیم با امید خدا. انشالله لایو استریممون هم شروع کنیم با امید خدا تا وصل شیم. خب امروز طبق قرار در مورد 2 مطلب صحبت کنیم. ما خودشناسی رو شروع کردیم با خودشناسی پایه، این که اصلا خودشناسی پایه چجوری اتفاق میفته، چی هست، و بعد رفتیم سراغ یک چیز خیلی خلاصه و کوچولو در مورد MBTI و بعد در مورد اینکه با پنجره جوهری چی کار میتونیم بکنیم، چجوری میتونیم این ارتباط رو داشته باشیم و به اصطلاح به خودشناسیمون کمک کنیم و اینکه حالا اومدیم میگم از جنبه‌های مختلف اومدیم اینا رو بررسی کردیم. تیپ‌های اینیاگرام شخصیت خودمون رو یاد گرفتیم. گفتیم که باید با این تیپ‌ها سعی کنیم غیر از اینکه خودمون رو میشناسیم بقیه رو هم بشناسیم. اونم نه به خاطر اینکه یه خودکار قرمز برداریم توی ذهنمون و مدام بهشون بگیم که تو رنگ غالبت اینه، به اصطلاح حالا رنگاری که امروز میخونیم، تو شخصیت حسابگری داری، تو MBTI این شکل. نه، اینا فقط به خاطر اینه که ما بتونیم جلوی تعارضات رو بگیریم و اگر رابطه برامون مهمه کمک کنیم که اون رابطه به شکل خیلی خیلی خوبی بره جلو. امروز میخوایم اولین بحثی که شروع کنیم در مورد نظریه هارتمن، روانشناسی رنگ ها، که اومده آقای هارتمن اومده بر اساس ویژگی انسان ها 4 رنگ رو گفته: قرمز، آبی، زرد و سفید، که هر کدوم از این رنگ ها غالبشون به اصطلاح یه رنگ خاصه و اون رنگ خاص یه سری ویژگی هایی به این آدم میده که حالا اگه خیلی لولش بره بالا اون آدم عیب ها رو از خودش نشون میده که مالا اون غالب اون رنگه که باید یاد بگیره اینا رو به تعادل برسونه. و اینکه حالا بریم ببینیم سراغ این که هر کدوم از رنگ ها قراره که چه اتفاقی خب رنگ قرمز که انگیزه اصلیش قدرت، رنگ آبی که انگیزه اصلیش صمیمیته، رنگ سفید که انگیزه اصلیش آرامشه و رنگ زرد هم که انگیزه اصلیش لذت و تفریحه. اینا بیس رنگا رو بهتون نشون میدن و اینکه حالا هر کسی میتونه با این حساب بفهمه که رنگ غالبشه. ببینید قرار نیست که ما به اصطلاح از 0 تا 100 یک رنگ رو داشته باشیم و بگیم که اون رنگ صرفا خوب است یا بد. خیلی اینجوری نیست.
یه وقتایی پیش میاد که ما مثلا میگم ما رنگ قالبون قرمزه، یعنی 70 تا قرمز داریم، 10 تا سفید، 10 تا آبی، 10 تا زرد. قرار نیست ما این 70 تا رو کم کنیم همشون بشن 25. خیر، و رنگ قالبم قرمزه، حالا من با قرمز خوبه، ولی یه وقتایی 70 من میشه 80. همون 10 تا کار دست من میده که چرا این 10 تاش زیاد شد. من یه لحظه فکر میکنم که لایو استریم تلگراممون قطع شده. یه لحظه الان برمیگردم خدمتتون. ببخشید من اول لایو استریم تلگراممون یه لحظه احساس کردم قطع شد. نه الان اوکی. خب حالا بریم ببینیم چیزی که الان هستیم احتمالا خطای رفتاری ارتباطی داره که آرتمن معتقده که این ناشی از عدم خودشناسی خودمونه. حالا عدم شناسی رنگ اصلی وجودیمون، حالا اینکه کدوم رنگی فرقی نمیکنه، هیچ کدوم به هیچ کدوم برتری ندارن، هر کدوم تو جایگاه خودشون میتونن بدرخشن، به شرط اینکه حواسشون باشه که کی رنگاشون تو تعادل هست و کی از تعادل خارج شده. مثلا من اگر رنگ مثلا آبیم پررنگه یا رنگ قرمزم پررنگه، باید بدونم با همسرم که به اصطلاح همسرم سفیده، حالا رنگش یا آبیه یا قرمزه، چطوری رفتار کنم، چی عصبانیش میکنه، چی خیلی خوشحالش میکنه، چی میتونه باعث بشه که از کوره در بره یا اینکه نه توی سکوت بدی فرو بره. هارتمن معتقده که بسیاری از این تعارضاتی که پیش میاد توی خانواده ها، بین دوستان، بین همکارا، با دونستن ویژگی این رنگ ها میتونه حل بشه. همه رنگ ها در وجود ما باید با تعادل باشن، نمیشه بگیم یکی بهتره یکی بدتره. اینو باز تاکید میکنم که اینا مباحث روانشناسی هستند. ما قرار نیست که بعد از دیدن این لایف ها روانشناس بشیم یا اینکه بخوایم مشاور بقیه بشیم. ما فقط در حدی که خودمون رو بشناسیم، در حدی که بتونیم کمک کنیم به رابطمون، وارد این بحث میشیم و یاد میگیریم. بریم سراغ رنگا. اولین نفر فردیه که رنگ قرمزش غالبه. رنگای قرمز فقط خودشون رو قبول دارن. منم به اصطلاح میگن منم، نمیشه بهشون مسلط شد، نباید کاری کنیم که اون احساس کنن تحت سلطه هستن. اراده و قدرتشون به شکل خیلی خاصی براشون اهمیت داره و اینکه دیده بشه اینکه اینا آدم‌های قدرتمندیان. یه کاری که شروع میکنن تا تهش انجام میدن، اصلا حس ارزشمندیشون رو از این میگیرن که بگن که من انقدر اراده داشتم فلان کارو تموم کنم، من قدرت این کارو داشتم که این کارو تموم کنم. این بهشون فوق العاده حس ارزشمندی میده و نفوذ ناپذیرن، خیلی توانمندیای خودشون رو دوست دارن. اینکه جایی دیده بشه که بگم فلانی آدم قدرتمندیه، فلانی آدم قدریه، خیلی براشون اهمیت داره. همدلی خیلی پایینی دارن، چون خیلی به خودشون اهمیت میدن، نمیتونن به دیگران اهمیت بدن، همدلیشون به شدت پایینه و اینکه ترجیح میدن بهشون احترام گذاشته بشه تا اینکه دوستشون داشته باشن. توی بحث مدیریت هم ترجیح میدن مدیرایی باشن که همه کارمندا تو محدود هواشون رو دارن، حرفشون رو گوش میکنن، تا اینکه حالا بیان مثلا پیش خودشون بگن که نه من این کار انجام نمیدم، مبادا کارمندا دوستم نداشته باشن و تقریبا تحت تاثیر گریه و زاری کسی قرار نمیگیرن. قرمزا خیلی روکن، از اون طرف هم اصلا انتقاد پذیر نیستن، برنده بودن رو دوست دارن، اول بودن رو دوست دارن، قدرت طلبن، حتی حاضرن خیلی وقته یه بهایی بدن، یک به قولی چیزایی رو از دست بدن ولی اون قدرت رو حفظ کنن، به اون سمت مدیریتی برسن. بی برنامگی خیلی کم پیش میاد داشته باشه، چون میگم تموم کردن کارا براش خیلی مهمه. بعد از اون طرف هم چون جزئی نگر نیستن، از اون طرف هم چون همدلی ندارن، توی شراکت و کارهای تیمی هم نمیتونن زیاد قوی عمل کنن. حالا اگه قرمزی خیلی بره بالا، به شدت این آدمای دیگر مورد انتقاد قرار میده، به شدت خودبین میشه و این خودبینیشون به شدت خودبین میشن و این خودبینیشون خب بقیه رو اذیت میکنه. حالا از اون طرف اگر آدمی هستی که مدام ضربه میخوری، مدام به توهین میشه، مدام حق تو میخورن، ممکنه که ببینید اینا همه احتمال دیگه ما داریم بررسی میکنیم، میگه ممکنه که این آدم قرمزش اومده باشه پایین. وقتی قرمزش اومده پایین خب انتقاد پذیریش خیلی اوکی میشه، حاضر میشه که هر کسی هر چی دلش میخواد بهش بگه. خب یه آدم باید یکم رو خودش کار کنه، باید جرأت ورزیشو ببره بالا، نه اینکه پر رو باشه، رک باشه، نه، دارم میگم به حدی قرمزیشو ببره بالا که
جرأت کنه وایس بگی که نه، اینجا شما داری به من توهین میکنی، اینجا شما حق نداری وارد این محدوده بشی و نباید ادامه بدی. بعد یکم رک حرف زدن و مثلا میگم آبی ها از قرمزا یاد بگیرن. بچه‌ت اگه قرمزه، مثلا مدل قربون صدقه رفتنت فرق باید بکنه با بچه‌ای که رنگ قالبش آبیه. بچه‌ای که رنگش قالب بغلیه، دوست داره مدام بغل شه، مدام نوازش شه، مدام قربون صدقه‌اش برن بابت هر گونه رفتارش. مرسی قشنگم که به خاطر من صدای تلویزیون کم کردی، مرسی که به خاطر من فلان کار انجام دادی. یعنی مدام تشویق بشن و تشویقشون مشخص باشه بابت چیه. حالا قرمزا وقتی میخواین قربون صدقه بدین، بعد قربون صدقه رو اینجوری نشون بدید که نه مرسی به خاطر من این کارو کردی، چون اصلا قرمزا دوست نداره کسی برای کسی کاری بکنه. به خاطر اینکه مثلا مرسی از اینی که وسیله هاتو جمع کردی، کاملا مثلا لگوهاتو کاملا چیدی سر جاشون، مرسی که فلان کارو به اون نحو احسن. یعنی هم تشویقشون میکنید کاملا مشخصه، از اون ور تو اون تشویق، لای اون تشویقه میان قدرتشون رو نشون میدین، بهشون میگین که چون تو فرزند قدرتمندی بودی تونستی این کار انجام بدی و این خیلی ارزشمنده. و اینکه تایید کردن مشخص، حالا توی همه چیز وجود داره که برای همه رنگا هست، باید تایید کردنتون مشخص باشه که دقیقاً برای چی این کار انجام بدید. اینو حواستون باشه که هیچ رنگی برتری نداره، هیچ رنگی بد نیست، هیچ رنگی هم خوب نیست. هر کدوم که از تعادل خارج بشه رو باید بررسی کنیم و به تعادل برسونه بشه. قرمز پررنگ اولا نشون نمیده حالش بده، بعد توقع داره بقیه هم بفهمه. خب باید نشون بدی، همینجوری نمیشه متوجه شد که آقا تو حالت بده. قرمز باید یکم خود افشاگری رو به قول یاد بگیره، باید یاد بگیره که آقا من باید یاد بگیرم که یکم خودمو نشون بدم دیگه. یکم طرف از کجا باید بفهمه که من حالم بده وقتی همه چیزو میریزم تو خودم. حالا برعکس آبیا خود افشاگریشون زیاده، یه دستشون یه درد میگیره تقریبا اینقدر آه و ناله میکنن که تقریبا همه میفهمن. ببینید اینا مال وقتی که خیلی اووردوز آبی باشن ها. توی آبی حالت عادی منطقیه، خیلی منطقیه، ولی دارم میگم که وقتی مثلا آبی خیلی آبیش غالب باشه مدام قرقر میکنه، مدام میناله، مدام از درداش ناراحته و بعد این همه به تعادل برسه. خب مثلا من به عنوان کسی که نفر مقابلش قرمزه، من قرمز نیستم، نفر مقابلم قرمزه، باید حواسم به رفتارهایی که اون آدمو عصبانی میکنه باشه. باید بدونم اون آدم کجاها دوست داره احساس قدرت کنه. من اگه قرار باهاش ارتباط خوبی داشته باشم، شروع کنم بهش مطلق گفتم، مدام انتقاد کردن، مطمئنا پارتنر من، عزیز من، همکار من، اون آدمی که کنار من داریم حالا به اصطلاح با هم دیگه یه تایمی رو میگذرونیم، اگه قدرت و ارادهش توی قرمز بودنش بریزه فال، مطمئنا ما رابطه خوبی رو تجربه نخواهیم کرد. و اینکه توی حالا مثلا آبیا باید یاد بگیرن از به اصطلاح قرمزا که چیز نکنن، که آقا زیاد خود اثاری نکنن، خود افشاگری نداشته باشن، جار زدن کم کنن دیگه. و عرضم به حضور شما که قرمز هم یه سری ایراد دارن دیگه، مثلا به دیگران توجه نمیکنن. خب آدمی که فهمیده رنگ قالبش قرمزه باید مهارت همدلیشو ببره بالا، باید صبوری یا انعطاف پذیریشو ببره بالا، باید یاد بگیره از دیگران نظرسنجی کنه و به نظر دیگران هم اهمیت بده. و برای قرمزا شعرخونی خیلی خوبه، خیلی کمکشون میکنه، چون اون شعرخونیه یه فرصتی بهشون میده که از اون اعتیاد به کاری که دارن بیان بیرون و این اعتیاد به کارشون میگم خیلی بهشون کمک میکنه. قرمزا معمولا اگر والد باشن مسئولیت پذیر و قاطع هستن. همسر قرمز معمولا حمایتگر و قابل اعتماده. فرزند قرمز معمولا به آزادی حرف زدن و قدرت نیاز داره و دوست قرمز هم میدونه آدم با تعهد و با اخلاقی باشه. بریم سراغ رنگ بعدی. رنگ بعدیمون رنگ آبیه. آبیا ذاتاً دوستن، یعنی عاشق کمک کردن به دیگرانن، عاشق اینن که به نفع دیگران یه کاری انجام بدن، حتی اگه خودشون بگذارن، خودشون رو فدا کنن. این جمله که میشه بغلم کنی، میشه بیشتر دوستم داشته باشی، میشه بهم بگی، واقعا بهم بگی چه حسی الان بهم داری. آبی‌ها تو این مورد خیلی این حالتو دارن که دوست دارن دیده بشن، قدر شناسی بشه ازشون، بهشون محبت بشه، نیاز به قدردانی دارن و
حتی از غذایی که میپزن، اگر مثلا مادر خانواده آبیه، وقتی غذایی که میپزن سر میز میذاره باید به جزئیات غذا دقت کن. مامان امروز خیلی غذات خوشمزه تره، چقدر خوشگل اینا رو سرو کردی، چقدر امروز مثلا نمک غذا اندازه تره. نمیدونم میگم، یعنی باید به جزئیات بیشتر توجه بشه براشون و دیده بشه و مدام هم گفته بشه و قربون صدقه‌شون رفت. آبیا خیلی خود افشایی دارن. مثلا اگه وقتی قرار باشه با یه نفر ارتباط بگیرن و احساس کنن که ممکنه که اون ارتباط خراب شه به خاطر رازداری، یک سری رازهای مگویی رو تو اون ارتباط لو میدن. مثلا اینکه حالا با فرزندشون چه اتفاقی افتاده، مثلا اینکه حالا چه خرابکاری فرزندشون کرده، همسرشون چه اشتباهی کرده، خودشون چه ایرادایی دارن. یعنی احساس میکنن وقتی اینا رو میان توی رابطه مطرح میکنن، این افشاگری ها باعث ارتباط صمیمیتر میشه و خب متاسفانه خیلی به ضررشون میشه و یاد بگیرن یه جاهایی این خود افشاگریه رو بیارن پایین. خب اینم برمیگره به عزت نفس پایینی که حالا آبیات توی خیلی از مواقع تجربه میکنن. البته بازم آبیای متعادل خیلی منطقی ان، تاب‌آوری خیلی بالایی دارن، خیلی قدر شناسن. خب یکی از دلایلی که خودشون هم دوست دارن که بقیه ازشون قدر شناسی بشه همین، چون خودشون به شدت قدر شناسن و به جزئیات دقت میکنن. این آدمایی که همیشه روز تولد همه یادشون هست، زودتر حتی به بقیه هم یادآوری میکنن که فلان یادت باشه فلان روز تولد فلانیه، بیاین براش جشن بگیریم، بیاین براش یه کاری کنیم خوشحالش کنیم. اینو اصولا آبی وجودشون غالبه. و دیگه اینکه آبی خصلتی هم داره، حالا اینکه وقتی میبینه بقیه موفق شدن و لولشون از این آدم پایین‌تر، خیلی حسرت گذشته رو میخورن که اگه من قبلا این کاری کرده بودم، اونجا یه حرکت زده بودم، اگه الان برای فلانی کمتر وقت میذاشتم، این باعث میشد که من الان منم دیده بشم، الان از منم تقدیر و تشکر کنن، الان منم دوست داشته باشم. حواستون باشه برچسب قرمزی آبی زدن رو قرار نیست داشته باشیم، قرار نیست به کسی برچسب بزنیم که ببین تو آبی هستی، تو قرمز هستی، تو زرد هستی، تو ویژگی‌های منفی. نه ما فقط اصلا قرار نیست ما میتونیم با همسرمون الان مثلا این بحثی که یاد گرفتیم بیایم رنگ همسرمون رو بدونیم و بدونی که همسرمون بدونی که ما اصلا در مورد رنگ‌ها چیزی میدونیم، شروع کنیم از این به بعد درست رفتار کردن. بعد یاد بگیریم که حالا چه جوری به همسرمون بگیم که آقا رنگ غالبمون مثلا اینه، فقط مال خودمون. باش صحبت کنیم، بگیم ببین همسرم مثلا من رنگ غالبم قرمزه، من این کارا رو خیلی دوست دارم، از این کارا هم بدم میاد. حالا اگه دیدی یه جای اینجوری کار میکنم، مثلا من قرمزم دیگه، از انتقاد کردنم خوشم نمیاد، ولی تو اگه دیدی من اونجا فلان کارو دارم خیلی اشتباه انجام میدم بهم بگو، ولی اینجوری بهم بگو، لطفاً اینجوری بهم بگو که من ناراحت نشم. یا همسر عزیزم من رنگ غالبم توی روانشناسی آبیه، به قربون صدقه رفتن نیاز دارم، لطفاً این کارو برای من تکرار کن. هیچ ایرادی نداره، اینا توی رابطه ها کمک میکنه به اینی که شما رابطه بهتری رو تجربه کنی. فکر نکنید که بگید نه بابا پررو میشه چیه، حالا برام بهش بگم بیا روزی دوباره قربون صدقه من. آره باید بگید، چون تا وقتی که شما نگید و اون آدم ندونه، این رابطه نمیتونه رابطه خوب و به قولی مورد قبولی باشه، که رابطه‌ای باشه که بتونه به خوبی بره جلو. آبی هم اصولا گفتیم کمتر به کارهای خودشون میرسن، چون اصولا وقتشون رو برای بقیه میذارن. مثلا اگه تو قرمزی پارتنرت آبی، باید بهش کمک کنی، چون آبی اصولا پروژه های ناتموم زیاد دارن، ولی قرمزا نه. قرمزه باید بیاد به آبی کمک کنه که اون پروژه رو تموم کنه. از اون طرف آبی هم باید به قرمزه کمک کنه که یکم همدلی داشته باشه. به هیچ عنوان نباید به یا آبی بابت عقب موندن کاراش سرکوف بزنید، چون همینجوریش هم اعتماد به نفس و ذات نفس کمی دارن. زمانی که بهشون به قولی متلک داده گفته بشه، انتقادی گفته بشه، بمباران بشن، با این کلمات سرکوف زده بشه، اینا دیگه از همون لولی هم که دارن، لولی که متوسطه و سطحش هم پایینه، که میان پایینتر و هرچی هم که میان پایینتر اهمال کاریاشون بیشتر میشه، کمالگراییشون بیشتر میشه، مود افسردگیشون میره بالاتر. پس اینا رو باید خیلی خیلی بهشون دقت کنیم. توی آبیا نظرات دیگران چون نقش خیلی پررنگی رو داره، یعنی آبیا خیلی به اصطلاح آدمای گوشی هستن، آدمایی هستن که خیلی سعی میکنن حتی کاری که دوست ندارن و طبق نظر دیگران انجام بدن. و اینکه وقتی متوجه شدید همسرتون یا فرزندتون آبیه یا همکارتون آبیه یا حتی مدیرتون مدیر آبیه هست، کاری نداره، فقط باید ازشون قدردانی مشخص داشته باشید، بهشون حس امنیت بدید نه حس گناه، برای حل مسئله، رفع کمالگرایی و اهمالکاریاشون به عنوان یه پارتنر، به عنوان یه همکار، به عنوان یه والد کنارشون باشید.
آبی هم باید اینو بدونه آقا نمیشه که همسر شما 24 ساعت قربون صدقه شما بره، نمیشود که همسر شما 24 ساعت شما رو دوست داشته باشه و به قولی بهتون مدام اینو بگه، مگر اینکه همسرتون هم آبی باشه شما هم آبی باشید. خب خوبه دیگه، دو طرف به جزئیات نگاه میکنن، دو طرف قربون صدقه هم میرن، هیچ کدوم هم از این قربون صدقه مشخص خسته نمیشن. ولی به طور کل باید بدونن که هر چیزی افراط که در ازش باشه، افراط و تفریط که توش بیاد، اون به هر حال یه جای کارش میلنگه، تعادله وجود نداره. حالا یه چیزی هم که وجود داره، مثلا وقتی قرمز و آبی با هم هستن، حالا میگم چه به صورت همکار، ما داریم کلا رابطه رو میگیم، حالا این رابطه صرفا رابطه زناشویی نیست، رابطه مادر و فرزندی نیست، میتونه رابطه کارمند رئیسی باشه، رابطه دو تا همکار باشه. اینا قرمز برای توازن حال خودش خیلی خوبه که بیاد مثلا از آبی هم نظرسنجی کنه. خیلی کار سختیه برای قرمز نظرسنجی، بیاد نظرسنجی کنه و به این نظر اهمیت بده. با این کار دو تا نفع داره، هم به نفع خودش عمل کرده، هم که به نفع اون آبیه. چرا؟ چون قرمز وقتی نظرسنجی میکنه و به نظر دیگران اهمیت میده، کاری که انجام داده اینی که اومده مهارت همدلیشو داره میبره بالا، اون خود بودنشون من بودنشو داره میذاره کنار و این بهش کمک میکنه قرمزش از اون حالت خیلی اووردوز به قولی بیاد توی حالت تعادل برسه. از اون طرف هم وقتی که به آبی از آبی نظر میپرسه، به آبی داره میگه که ببین تو هم آدم مهمی هستی، تو هم آدم ارزشمندی هستی. آبی هم خیلی حس خوبی پیدا میکنه دیگه، میگه که ببین منم ارزشمندم، منم آدم دوست داشتنی هستم، منم آدم مهمی ام که میتونم نظر بدم و اینجوری تقریبا چون دو تاشون به تعادل میرسه رابطه خیلی خوب پیش میره. خب بریم سراغ رنگ بعدیمون و اینکه رنگ بعدیمون رنگ سفیده. سفیده واقعا دوست ندارن کسی رو تحت کنترل قرار بدن و از اونورم دوست ندارن تحت کنترل قرار بگیرن. سفیده میگه صبور باش، ولش کن، دنیا دو روزه. سفیدا شنونده های خیلی خوبی هستن، حاضرن همیشه رو خودشون خراب شه ولی دعوا نشه، اهل تفکرن، حمایتگرن، بین یه دعوا ممکنه وارد شه و یه چیزی رو علیکی گردن بگیرن که فقط اون دعوا بخوابه. بهشون که زنگ بزنی بگی که والا نمیای پنجشنبه بریم مثلا حالا فلان جا یه دوری بزنیم یا یه دور همیم داریم تا هم بیای، میگه آره خیلی هم خوبه من میام اینا. اما پنجشنبه مثلا زنگ میزنه میگه که من امروز اتفاقی افتاد نیامد. این آدم از همون اول قصد داشته نیاد، اما جرأت اینی که مطرح کنه هم بار اولو نداشته، اما اینکه بیاد بگه من نمیام و بخواد بحث کنه ترجیح داده این تعارض پیش نیاد. همون دقیقه 90 که طرف اصلا فرصت نداشته باشه بپرسه تو اصلا چرا نمیای، چرا کنسلش کردی، رو اصولا همون دقیقه 90 میاد اعلام میکنه. سفید صلح طلب هستن و آبی به سفید نیاز داره که ازش یاد بگیره شنونده خوبی باشه. قرمز بعد از سفید یاد بگیره که تو بحرانا کمی آرومتر باشه و اینکه سفیدا باید یاد بگیرن به برنامه‌شون پایبند باشن، اصولا خودشون آدم حساب نمی‌کنن و اینکه ما توقع حضور همیشگی از آدم‌های سفید توی مهمونی یا مجالس رو نباید داشته باشیم و حواسمون باشه که آبی خیلی خوب میتونه احساس گناه از سفید بگیره و بهش اعتماد به نفس بده. بریم سراغ رنگ آخر که رنگ زرد هست. زردا خیلی خوشگذرونن، کار براشون اولویت آخر، با تعهد دادن جور نیستن، جایی که برن بهشون بگن که آقا تو باید یه تعهد 3 ساله به ما بدی که از این کار تو این کار میمونی. این تعهد دادن اینا رو میترسونه از اون کار، از تعریف و چند تمجید استقبال میکنن و براشون بهترین شدن یا اول شدن و رقابت معنی خاصی نداره، به خاطر که نظرشون اینه که من اگه بخوام اول بشم باید خیلی تلاش کنم، درنش باید از یه سری از لذت هام بگذرم دیگه و این برام جذاب نیست، دوست ندارم که از یه سری از لذت هام بگذرم که بخوام حالا به کارم برسم. نه، کار برای من اولویت مثلا دوم سومه. اینا اصولا آدمای بیش فعالیه، یعنی اکثر بیش فعالا آدم‌هایی هستن که خب تنوع طلبن، دمدمی مزاجن، از احترام گذاشتن خوششون میاد، زود حوصله‌شون سر میره، اما از اون طرف کارهای خیلی چالشی و متعهدانه هم انجام نمیدن. زرد باید به سفید هیجان بده. آبی باید از زرد یاد بگیره که آقا تو حال زندگی کن، گذشته رو ولش کن، انقدر استراب آینده رو نداشته باش. قرمزا باید به زرد کمک کنن که یکم اون کارهای جدیشون رو به صورت جدی بگیرن، هیچ شوخی نکنن، هر چیزی رو سرسری نخوان انجام بدن. حالا این حواسمون باشه وقتی که مثلا من قرمزم، میدونم خودم شناختم، میدونم من رنگ غالبم قرمزه، وقتی حالم بده دلیلش این نیست که باید برم حتما مثل آبی رفتار کنم، دلیلش این نیست که حتما مثل سفید یا زرد عمل کنم. مثلا بگم که خب من قرمزم الان حالم بده، دلم یه سفر میخواد،
یه سفر هیجان انگیز برم مثلا نمیدونم برم از ارتفاع فلان، نه بپرم، اینجوری نیست. من که قرمزم غالب، حالم بده، بعد بیام بررسی کنم توی مرحله اول ببینم خب قرمزا چی براشون مهمه، برنامه داشتن مهمه، قرمزا چی براشون مهمه، اینکه به برنامه‌هاشون عمل کنن، برنامه‌ریزی داشته باشن، اینی که کاراشون رو تموم کنن. اگر من قرمزم و حالم بده احتمالاً کار ناتمومی دارم، احتمالاً پروژه بازی دارم که تموم نشده، احتمالاً خیلی وقتی که طبق برنامه‌ریزیم عمل نمی‌کنم. یا اگه من آبی هستم و حالم بده، شاید دارم بیش از حد برای دیگران مایه میذارم، شاید بیش از حد توقعمو بردم بالا از دیگران که یعنی اون توقع زیاد داره باعث میشه که من حالم بد شه. میگم وقتی رنگا رو بدونیم این خودش باعث میشه که به نظر من خیلی خوبه اینجا. من یه جدول آماده کردم، البته الان احتمالاً توی دوربین براتون برعکس دیده میشه که اومدم رنگا رو نوشتم، 4 تا رنگ قرمز و آبی و سفید و ویژگی‌های مثبتشون و ویژگی‌های منفیشون که این فکر می‌کنم خودش میتونه یه راهنما باشه. اینی که خب مثلا قرمز وظیفه شناس، تعهد داره، آینده نگر، منطقی، رهبر متمرکز، مسئولیت پذیره. این که من اگر قرمزم عیبام چیان، معایبم چیان، به قول مزایای رفتاریم چیه، ویژگی‌های رفتاریم چیه، و اگه حالم بده احتمالاً یکی از اون چیزایی که به عنوان عیب نوشتم زده بالا، باید روش کار کنم. این جدول اگر دوست داشتید داشته باشید به صورت خلاصه، میتونید پایین این لایو که ذخیره میشه یه کامنت بذارید برام، کامنت رنگو بذارید، براتون این پی دی افشو ارسال میکنم. خب بریم خیلی سریع بریم سراغ مرحله بعدی خودشناسیمون، سراغ مرحله آخر به اصطلاح پازل شخصیتمون که داشتیم میچیدیمش. حالا یه خودشناسی هم هست به روش PIAV. PIAV مخفف 4 تا کلمه است. پرسونال اینترست که میشه انگیزه شخصی، اتودس که میشه نگرش هامون، اند ولیوز که میشه ارزش ها. یعنی میگیم خودشناسی با توجه به انگیزه شخصیمون، نگرش هامون و ارزش هامون. خب حالا من کامنت ها رو باز کردم، اگر فکر میکنید مسئله هست، سوالی هست، حالا چون آخر لایومون هم هست ممنون میشم که اینجا با بقیه هم به اشتراک بذارید که ببینیمشون بخورید. و اینکه ما 6 تا تیپ داریم، 6 تا تیپ داریم، مثاق عینکی هست که به چشممون میزنیم و دنیا رو میایم از اون دید میبینیم. این 6 تا تیپ تو این خودشناسی به روش PIAV، یکی نتیجه گرای، فردگرای، جامعه گرای، هنری گرا، سنتی گرا و تئوری گرا. نتیجه گرا یعنی نتیجه اولین و آخرین چیزی هست که بهش فکر میکنن. اینکه براشون خیلی مهمه که اهل حساب کتابن که حالا من اگه تفریح کنم نتیجهش چیه، من اگر مثلا اینو بخرم چه اتفاقی میفته. خیلی اهل حساب کتابن. فردگراها به خودشون خیلی اهمیت میدن، دوست دارن برنده باشن توی ورزش، اگه میرن یا ورزش فردی رو انتخاب میکنن چون به شدت فردگراهن، یا اینکه میان ورزش رو انتخاب میکنن که مطمئن بشن تو اون ورزش حالت کاپیتان میگیرن، حالت رهبر تیمو میگیرن. خب برای همین براشون خیلی مهمه. جامعه گرا جامعه هستن که میان اینا جامعه رو به خودشون و عرضم به حضورتون که ترجیح میدن. حالا جامعه میتونه مثلا خانوادهشون باشه، جامعه میتونه همکاراشون باشن، دوستاشون باشن، کلا برای جمع بیشتر از خودشون اهمیت میدن. هنری گرام اینا جنبه هنری هر چیزی براشون خیلی مهمه، جنبه احساسی اتفاقاتی که میفته براشون خیلی مهمه و از شرط ضمن کارشون خیلی فرارین. اینکه قرار باشه کاری رو با شرط انجام بدن براشون اذیت کننده است. روی همین حساب زیاد روی به سمت کارمندی نمیرن. اگه آشپزی کنند اینا ترجیح میدن که مثلا غذا رو خیلی خوشگل درست کنن. اینا سنتی گرا به نگهداری وسایل نوستالژی علاقه‌مندن، با تکنولوژی مشکل دارن، تغییر دادن براشون خیلی سخته، آداب و رسوم رو دوست دارن. تئوری گرام کسایی هستن که جزئیات براشون خیلی مهمه، مثلا خرید میخوان برن به اون جدول ارزش غذایی خیلی اهمیت میدن. یه چیزی رو که میشنون سریع قبول نمیکنن، باید برن در موردش مطالعه کنن، سرچ کنن، تحقیق کنن تا قبول کنن. حالت افراطیش هم اینه که خب فقط کتاب میخونن، یعنی ترجیح میدن که هیچ کاری غیر از کتاب خوندن انجام ندن. و اینکه مثلا برای یه جامعه، برای یه کسی که مثلا فردگراه، وقتی بدونی که اگر قرار باشه که فردگرا خیلی دوست دارن گل مجلس باشن دیگه، وقتی بدونن که قراره که اگه یه مهمونی باشه و یه کتابی رو بلد باشن، حتی اگه به خوندن اون کتاب علاقه هم نداشته باشن، ولی اگه بدونن موضوع اون کتابه میتونه اینا رو گل مجلس کنه، اینا دقیقاً همین کارو میکنن. یعنی میشن کتاب رو قشنگ میخوننش تا بتونن که تو اون جمع بدرخشن.
و اینو مثلا وقتی بشناسه، مثلا بدونیم که مهمونمون یه آدم هنریه، به دیزاین خونمون، به اون دیزاین میزمون، به تزیینات غذامون، به اینا خیلی اهمیت میدیم دیگه. حالا اگه بدونیم طرفمون یک آدم تئوری‌گراست، خب میگیم که خب این آدم وقتی میخواد غذا بخوره به میزان نمک و روغن غذا بیشتر از ظاهر غذا اهمیت میده. یعنی ببینید همین چیزای کوچولو کوچولو میتونه رابطمون از حالت تعارض در بیاره و یه رابطه ایدئال تری به ما بده. توی خرید کردن مثلا آدمی که سوشال میره خرید، احتمالاً هر چیزی که دم دستش برسه رو میخره، طبق لیست خرید نمیکنه. احتمالاً تو ذهنش هم یکی دو تا وسیله برای اونایی که تو خونه هستن میخرن. حالا آدم نتیجه گرا چی؟ صبر میکنه، منتظر تخفیفه، چون در نهایت براش مهمه که بگه من از اون خریده به اصطلاح یه سود خوب بردم دیگه، یه کار خوب کردم. حالا خب تیپ ها رو ما اومدیم به صورت خلاصه گفتیم. ما از MBTI رو گفتیم، اینیاگرام رو گفتیم، پنجره جوهری رو گفتیم، ارزم به حضورتون روانشناسی رنگ‌های هارتمن هم گفتیم و در نهایت PIAV. مجموع همه اینا باید به ما یک دید بده، یک چارچوب بده که خب من سمانه، شخصیت MBTI هم اینه، اینیاگرام هم اینه و اینکه تو PIV یا روانشناسی رنگ‌ها مثلا رنگ غالبا اینه، من اینم، ولی اینا همه هیچ کدومشون اینا ویژگی های رفتاری منه، ولی در کل من خود کامل نیستم. خب متوجه منظورم چیه؟ یعنی اینکه میتونن تغییر کنن، میتونه مدام بالا پایین بشه، میتونه یه رنگ غالب بشه، یه جایی حالم بد باشه، ولی وقتی خودمو بشناسم و واقعا خودآگاهانه توی مسیر برم جلو، همین اینا باعث میشه که من بدونم آقا اینجا من قرمزم دیگه خیلی زده بالا، اینجا یا باید از یک آبی سفیدی کسی کمک بگیرم کمی آرامش پیدا کنم، از آبیات بگم یکم خود اظهاری کنم، خودمو خالی کنم، یا ببینم اینجا اگه دارم خیلی انتقاد میکنم خب جلوشو بگیرم، یکم مهارت همدلی رو ببرم بالا. و توی رنگای دیگه هم همینطور، توی شخصیت MBTI هم همین. ولی همه اینا مجموعاً اینو خاطرتون باشه